مرد رمضاندمیر، چهره محبوب این روزهای ترکیه، حالش خوب نیست. مرد به خدمت سربازی رفته ولی متاسفانه اتفاق خیلی بدی اونجا براش افتاده که یه جورایی و افراز ساراچوغلو مربوطه. با همدیگه این خبر رو بشنویم. با تلویزیون همراه باشیم. خب دیگه وقتش از زوج خبرساز تازه جدا شده ای صحبت بکنیم که عشق و رابطه و جداییشون به مویی بنده، نمیتونن از هم جدا باشن نه با هم بودن رو بلدن. این زوج جوون معروف افراز ساراچوغلو و مرد رمضاندمیر هست. مرد چهره جویای نام و درخشان این روزهای تلویزیون ترکیه بعد از بازی در آخرین سکانسش تو سریال ششچران امارت افرا رو ترک کرد. البته این ترک کردن خودخواسته نبود، چرا که مرد باید به خدمت سربازی میرفت مثل هر پسر دیگه. مرد راهی سربازی شد و اخباری که ازش به گوش میرسید این بود که فرمانده پادگانی که مرد اونجا خدمت آموزشیش رو میگذرونه گفته که مرد رو خیلی دوستش داریم ولی براش هیچ تبعیضی قائل نمیشیم و اونم مثل بقیه باید تو سربازی انجام وظیفه بکنه. ولی خبر دست اول برگریزونی براتون دارم که مطمئنم تا به این لحظه خیلی هاتون نشنیدید. اونم اینه که اولا طبق اخبار درز کرده از پادگان مربوطه گویا مرد با اینکه رابطه خوبی با فرماندهان خودش داره ولی با هم خدمتی‌هاش رفتار فروتنانه‌ای نداره و به عبارتی خودش را از اونا جدا میکنه. ولی مرد پا رو فراتر هم گذاشته و به پادگان گفته که نمیخواد از حموم مشترک استفاده بکنه. اما وایسی این قسمت اصلی خبر بعد از اینه. خلاصه گویا به خاطر همین رفتار مرد هم خدمتی‌هاش باهاش به مشکل برخوردن و یکی از اونا حسابی از مرد کینه به دل گرفته و باهاش دشمن شده. طی این اختلاف همون نفر مذکور توی یه جای خلوتی مرد رمضاندمیر رو گیر میاره و در مورد افراز ساراچوغلو صحبت‌های زشت و توهین‌آمیز میکنه و یه جورایی قضیه رو ناموسیش میکنه. مرد هم در واکنش به این حرفا عصبانی میشه و کارشون به یک کتککاری حسابی کشیده میشه. نتیجه این میشه که مرد اضافه خدمت میخوره. به گفته منبع خبری مرد رمضاندمیر حتی در جدایش از افرا عشق و غیرتش به اون سر جاشه. حالا باید صبر کنیم ببینیم رابطهشون بعد از اتمام سربازی مرد چطوری میشه. حالا ببینیم اون طرف ماجرا چه خبره که خبرهای زیادی هم هست. آیا افراز ساراچوغلو هم اندازه که مرد تعصبش رو داره به فکر مرد هست یا نه؟ این اواخر تصویر دو مرد میان سال منتشر شده که به افراز ساراچوغلو مربوطه و همه متعجب شدن که افرا با مردهای میان سال چه صنمی داره. یکیش همین تصویری هست که میبینید. افرا تو این تصویر یه مردی که همسن پدرش هست رو بغل کرده و خب باعث شایعات زیادی شد. اولا این شایعه رو شفاف سازی میکنم تا بیشتر از این ادامه پیدا نکنه. این شخصی که میبینین واقعا هم پدر افراست، اما نه پدر واقعیش. به قول خود افرا ایشون پدر دومش هست، انقدر که براش عزیزه و به هم نزدیکن. در واقع این مرد سالهاست به عنوان راننده افرا کنارش کار میکنه و طول سالها بهش محبت پدرانه داشته و افرا هم متقابلا خیلی دوستش داره. جالبه که بدونی یه جورایی جای پدرش رو براش پر کرده، چون افراز ساراچوغلو رابطه خوبی با پدرش نداشته و کلا راجع به اون خیلی حرف نمیزنه. اما قضیه دوم که هم میتونه شایعه باشه هم واقعیت اینه که افرا در نبود مرد با یه نفر رفته تو رابطه که واقعا جای پدرشه و با هم 25 سال اختلاف سنی دارن و اون شخص اوکان بوروک هست. اوکان بوروک کیه؟ اوکان مدیر فنی تیم‌های معروف فوتبال ترکیه مثل گالاتاسارای هست. اوکان 51 سالشه و پارسال از همسرش جدا شده و اتفاقاً جزو چهره‌های ورزشی معروف ترکیه است که اسمش به ارتباط با دخترهای جوان‌تر از خودش در رفته. افرا و اوکان مدتی پیش توی مکانی با هم دیده شدن و بعدش که زیر ذره‌بین قرار گرفتن مشخص شد که تو فضای مجازی همدیگر رو بلافاصله فالو کردن. البته که افرا تو پاسخ به سوال خبرنگارها در مورد این رابطه به تندی جواب داد که چنین چیزی نیست و شما این خبرها رو از خودتون در میارین.
حالا صحت قضیه چی هست فعلا کامل مشخص نشده، ولی خب افرا ساراجوغلو سیاستش اینه که روابطش رو از زندگی کاری و فضای مجازی دور نگه میداره و تو موضوع مرد هم همگی دیدیم که هیچ وقت جواب واضح و قانع کننده به خبرنگارها و طرفدارانش نداد. البته با توجه به شایعاتی که راجع بهشون صورت میگیره میشه بهش حق هم داد. در ادامه یه خبر کوتاه هم داریم از حادثه و آبروریزی که واسش پیش اومده. حادثه که همین اواخر یه رابطه عاطفی دیگر رو تموم کرد همچنان داره به تور کنسرتاش ادامه میده، در حالی که کیفیت کنسرتاش هم از لحاظ صدا هم پوشش خودش حسابی پایین اومده. شاید اطلاع نداشته باشین آخرین رابطه عاطفی حادثه با کارگردان سریالی بود که توش بازی کرده بود، سریال اساسولان، با بازی حادثه و دوست صمیمیش سدا باکان که به شکست مفتضحانه‌ای بدل شد. این سریال اونقدر ضعیف بود و داستان اون خارج از عرف کلی جامعه ترکیه بود که علاوه بر دریافت کلی انتقادات منفی از سمت مخاطبین، با کسب امتیاز 1.6 از 10 بدترین سریال ترکیه لقب گرفت. پروژه این سریال که شکست خورد گویا خواه ناخواه رابطه حادثه با کارگردان هم به بنبست رسید. حادثه که کلاً تو صدر اخبار و خبرساز بودن رو دوست داره، طی حرکتی در کمال تعجب تو کنسرتش با مخاطبان در مورد جدایی صحبت کرد و با بغض چیزهایی مثل آدم باید به جای محبت به دیگری به خودش محبت بکنه و خودش رو تو اولویت قرار بده گفت. و اما کنسرت های حادثه که صرفا در ترکیه نیست و تو اروپایی داره، تو چند مورد اخیر کاستوم ها شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت. البته حادثه که به گفته رسانه ها کلا در تلاش برای متفاوت بودنه و همیشه سبک لباس های خواننده های غربی مثل جنیفر لوپز و بیانسه رو تقلید میکنه، اغلب تو معرض انتقاد هست، ولی این بار شدت انتقادها بیشتر بوده. و بدتر از اون این که حادثه که اصالتا متولد بلژیک هست، وقتی همین چند وقت پیش اونجا هم کنسرت برگزار کرده، در کمال تعجب سالن برگزاری کنسرت که کوچیک هم بوده خالی از جمعیت بود. و عجیبتر و مفتضحانه تر این که خبر رسیده برای جمع جور کردن این آبروریزی تیم برگزار کننده کنسرت از تو خیابون افراد عادی رو برای دیدن کنسرت به صورت رایگان دعوت می‌کردن. و خب نتیجه این شد که چند تا از نشریه‌های ترکیه تیتر خبر کنایه آمیزی بزنن با این عنوان که حادثه رو ما زیادی بزرگش کردیم چون اون تو اروپا اصلا جایگاهی نداره. و این در حالیه که خیلی از خواننده‌های ترکی وقتی تور اروپایی برگزار میکنن ازشون به شدت استقبال میشه. خب به انتهای ویدیو رسیدیم، امیدوارم که پسندیده باشید. حتما نظراتتون رو در مورد این اخبار واسمون بنویسید که منتظریم. متشکرم از همراهیتون، مراقب خودتون باشید. خداحافظ.